یک مرد ثروتمند با ماشین زیبا آمد و نزد یک جوان فقیر ایستاد. از ماشین پایان شد و به نزد این جوان آمد و نشست. در چهره این جوان غم را احساس کرد. به این جوان گفت: ای مرد خدا، چرا غمگین هستی؟ با چه فکر فرو رفته ای؟ این فقیر پسر به ماشین نگاه کرد و گفت: من هم آرزو دارم که مثل تو چنین ماشین زیبا داشته باشم. این آرزوی درینه من است. این مرد ثروتمند وقتی این سخن را شنید، کلیدهای ماشین را برآورد و به این فقیر پسر داد و گفت: تو امروز به آرزویت رسیدی. روز می شده باشد که من هم به آرزویم برسم. این فقیر پسر گفت: آرزوی تو چی هست؟ این مرد ثروتمند گفت: آرزوی من جنت است. جنت.